ما اینجا دو تا چوب با دو رنگ مختلف داریم، تیره و روشن، که میخوایم اصطلاحاً اونها رو با هم دیگه درز کنیم، بچسبونیم به هم دیگه و جفت بشن با هم دیگه. روش سادهش اینه که این دوتا نراشون رنده بشه یا اره کشی بشه و کنار هم دیگه بچسبن، خیلی ساده، چسب بخوره و گیره بسته بشه. اما روش دیگه که ما می‌داریم، می‌خوایم به صورت منحنی این کارو انجام بدیم. براش یه شابلون تهیه کردیم که من میتونم، یعنی یه الگویی که میتونم خط رو بکشم، برش بزنم و این دوتا رو کنار هم دیگه بچسبونم. اما اگر این الگو رو بکشم، برش بزنم، کنار هم دیگه بچسبونم، اون درزش خیلی خوب در نمیاد و خوب کنار هم دیگه جفت نمیشه. ما می‌خوایم یه روش بهتون بگیم برای اینکه بتونیم این درز رو خیلی تمیز در بیاریم، این دو تا کاملا جفت به هم دیگه بچسبن و اصطلاحاً بهش میرور کات میگن، که میتونیم هم با اوورفرز پرداختش بکنیم، هم میتونیم خیلی ساده با اره نواری برش بزنیم و این دوتا رو کنار هم دیگه جفت بکنیم. من این دوتا رو با اره نواری برش میزنم، کنار هم جفت میکنم، کیفیتش رو ببینید، بعد اوورفرز هم میزنیم که پرداخت بشه و کاملا جفت هم دیگه در بیاد. برای اینکه کاملا متوجه بشیم میخوایم چیکار بکنیم، روی کاغذ یه مثال براتون میزنم که ببینید به چه صورته. من اینجا دو تا کاغذ دارم، میخوام به صورت منحنی اینا رو برش بزنم و کنار هم دیگه جفت بکنم. اگه بخوام تک تک اونها رو برش بزنم، الگو نیاز دارم و حتی اگه الگو هم داشته باشم اونقدر دقیق نمیتونم این کارو انجام بدم که جدا جدا بخوام این کارو انجام بدم. اما اگر این دوتا رو روی هم دیگه بذارم و یه برش بزنم برای هر دو، به هر شکلی که برش بزنم در نهایت این دوتا با هم دیگه کاملا جفت میشن. به این شکل. ما همین کار رو برای چوبمون می‌خوایم انجام بدیم. می‌خوایم با اره نواری این برش رو انجام بدیم، اما برش اره نواری یه مقدار تمیز برش نمیزنه. برای همین در نهایت می‌خوام با اوورپرز پرداختش بکنم. من اینجا یه الگو دارم. اول میام الگومو میذارم اینجا و یه خط روی این چوب سفیدمو میکشم. این چوب رو اگر بیارم روی این چوب تیره چسب بزنم، من میتونم با استفاده از چسب دو طرفه این کار رو انجام بدم. میتونم از چسب قطره‌ای استفاده بکنم، میتونم از چسب 1 2 3 استفاده بکنم و این دوتا رو روی همدیگه بچسبونم. با اره نواری از این قسمت برش میزنم و میارم این دو تا قطعه رو کنار هم دیگه جفت میکنم. چند تا خالچسب دادم، این دو تا رو به هم دیگه چسبوندم. میتونستم از چسب دو طرفه استفاده کنم، میتونستم چسب کاغذی به این بزنم، به این بزنم و اون دو چسب کاغذی رو به هم دیگه بچسبونم. چندین راه میتونیم این کارو انجام بدیم. الان فقط اومدم خالچسب 1 2 3 زدم که بعدا میتونم به راحتی اینا رو از هم دیگه جدا بکنم. ببینید به این صورت دو تا قطعه میاد که هم دیگه جفت میشه. جاش رو باید پیدا بکنیم. اگه یه ذره این ور بشه جفت هم نمیشه. دقیقاً تو همون مسیری که اره عبور کرده باید کنار هم دیگه جفت بشه. ببینید به این صورت کاملا درز میشه. الان این دو تا رو من کنار هم دیگه بچسبونم، کاملا به هم دیگه جذب میشن و کار تمومه. اما اگه بخوام که این رد اره فلکه رو نداشته باشم، این رد ریزی که مونده، میتونم از اوورفرز استفاده کنم که تو قسمت بعدی براتون میگم که چطور این قسمت رو میتونیم پرداخت کنیم که این دو تا کاملا جذب هم دیگه بشن.